آقای ظریف مگه قرار نبود این مکانیزم ماشه توی برجام نباشه؟ نه خیر، اون سر جاشه. هر کی گفته که نیست یا دروغگو یا خائن یا کلاشه. دوستان فیلمشو پخش کنید تا این کذاب رسوا شه. پخش کنید. هم اسم ماشه و هم اسم اسنپ بک که آمریکایی‌ها ازش استفاده می‌کنن، هیچ کدوم از اینا در قطعنامه 2231 در برجام نیومده. آقا مگه بعد کاری کردیم که مکانیزم ماشه گذاشتیم برای ماشه، نذاشتیم برای اوناشه؟ چی میگی تو؟ آقا فرانچسکو آمد گفت که مکانیزم ماشه باشه. ما گفتیم مکانیزم باید چیز خوبی باشه، با کلاسه. گفتیم به شرطی باشه که مکانیزم ماشه. اونا هم گفتن اوکی باشه، جاشه. با همین استدلال بود که قرار شد گلابی میوه برجام باشه؟ آقا گلابی همین الان هم سر جاشه، فقط حجمش اندازه ماشه. اگه گلابی درست درمون داده باشه باید مثل شیاف تو وجود حسن آقای کلیدساز جاشه. وقت برای چی؟ نگاه کن آقای روحانی که رئیس جمهور وقت باشه خب؟ موقع فقط هر جوری شده برجام امضاشه، یعنی یه توافق بعد بهتر از یک هیچ توافقی نباشه. حتی مرحوم مغروق که بزرگ ما باشه با ما گفت تضمین، گفتم ماجی امضای کری پاشه. گفت احسن اینجوری که تو میگی بز دنیای فردا دنیای گفتگو باشه. تازه این اسنپ بک و نمیدونم این مکانیزم ماشه خوب باشه، ممکنه یه سری چیزا توی برجام باشه که بعداً تو پاچه ملت جاشه. ولی این باعث شد که تحریما برگرده و فشار رو مردم باشه. آقا خدا شاهد، تحریما از همون اول سر جاشه، اصلا نرفته بود که الان به خبر گشته باشه. فقط این مکانیزم ماشه باعث شد که فشار رو گرده مردم باشه، یه مقدار قیمت دلار جابجا شه، یعنی رو به بالا شه، تا مردم بریزن تو خیابون سر صدا و فتنه و آشوب بپاشن، تا اتحاد جنگ 12 روزه از هم بپاشه و همه چی طبق بیانیه و برنامه اصلاحاتیاشه. الان باید چیکار کنیم با این مکانیزم ماشه؟ نگاه فقط یک چیز باشه، یا باید همه چی طبق خواسته ماشه، یا یک جور فشار به گرده مردم میاریم که همون جور باشه تا دیگه کسی دورور این نظام نباشه، اصلا کشور از درون بپاشه. فهمیدین؟ مردم 46 سال این قلب زده ها هر کاری کردن تا شما رو ناامید بکنن، اما کور خوندن. روزای آخرشونه، به زودی از همه مشکلات عبور کنن.